سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه ام، 27 سالمه و این اولین ویدیو من در امساله. البته پارسال هم ویدیو گرفتم ولی با توجه به کمالگری بدی که دارم نمیدونم چی شد که پاکش کردم، ولی چند وقتی بود خیلی تو ذهنم بود که بیام صحبت کنم، حداقل با کسایی که مثل خودمه، مثل من، مادرایی هستن که زود ازدواج کردن، دوست دارن مستقل بشن ولی شرایط زندگیشون طوریه که مجبورن بدون سرمایه، بدون پشتوانه مالی، با اینکه بچه دارن و سرشون شلوغه، شروع کنن. حالا با همه اینها دوست داشتم کسایی که مثل من زود ازدواج کردن، دوست دارم برن سر کار، شرایط مالیشون زیاد خوب نیست ولی بچه هاشون مدرسه میره، وقت نمی کنن، ته دلشون خیلی ناراحتن که چرا کاری نمیتونن انجام بدن. حالا من چون خودم خیاطی بلدم اصلا نمیتونم برم کار دیگه ای رو انجام بدم. پارسال که ویدیو گرفته بودم گذاشته بودم، اون موقع ادمین بودم، دختر من پیش دبستانی میرفت، راحت تر بودم، درس زیاد نداشت و همش بازی بود دیگه. اما امسال خب چون کلاس اوله وقت نمی کنم راستش، حتی به کاری که خودم جدیدن شروع کردم و مزون آنلاین زدم و سفارش میرم حتی به این هم نمیرسم. ببخشید من میکروفون ندارم، این صدای اطراف شاید اذیتتون کنه ولی دلم میخواد که با همه اینها شروع کنم، با همه این کم و کسری ها. شما هم ببخشید به بزرگی خودتون، ولی میخواستم بهتون بگم که من با همه اینها شروع کردم، با اینکه یه مادرم، با اینکه نمیتونم برم سر کار، مستقل نیستم و دلم خیلی میخواد که مستقل بشم. یه تایمی و مستقل بودم، الان خیلی سختمه. از طرفی دخترم کلاس اولیه، حجم درسش خیلی زیاده، از طرفی دل خودم میخواد که هم بتونم زبان یاد بگیرم، ورزشم و حرفه‌ای ادامه بدم، کارم گسترش پیدا کنه. انگار من این پشت مسئولیت های مادرانه قایم شدم، مسئولیت هایی که نمیذاره به خودم برسم و الان میفهمم که واقعا چرا میگن مادر فداکاره. مادر فداکاره چون خواسته های بچهش و خواسته های همسرش رو ارجحیت قرار میده، ولی من حالا دیگه اونطوری نیستم که مثل مادرایی باشم که فدا میشن دیگه، کلا دیگه بیخیال هدفشون میشن. من اینجا اومدم که کسایی که مثل منن، حتی اگر روزی 5 دقیقه فقط وقت دارن، در راستای هدفشون تلاش کنن. من خودمم به زور خودمو کشیدم بالا که رسیدم به این نقطه که بگم آره شاید در روز 4 ساعت 5 ساعت فقط برای خودمم، ولی اون 5 ساعت 4 ساعت هم برای هدفم تلاش میکنم. من تابستون چون دخترم میرفت ژیمناستیک شروع کردم باهاش، رفتم یه رشته‌ای که نزدیک باشگاه اون بود، خودم ثبت نام کردم تایمی که اون میرفت منم برم باشگاه و خوشبختانه با والیبال آشنا شدم. الان یه 3-4 ماهی دارم والیبال انجام میدم، والیبال رو حرفه‌ای دارم ادامه میدم ولی اصلا اونجوری که باید خوب نیستم، دارم همه تلاشمو میکنم چون مربی میگه دارم زمیناشو، ولی بالاخره هر کاری رو باید تلاش بکنی براش که بتونی نتیجه بگیری دیگه. با همه اینها ببین من اونی نیستم که الان رسیدم به اون بالا بعد اومدم تو رو نصیحت کنم. از این آدم ها اصلا خوشم نمیاد، بلاگر رو اصلا دنبال نمی کنم، آدم های درست حسابی رو فقط دوست دارم دنبال کنم. یکیش همین محسن رجبیه که امروز ویدیوش باعث شد که من بیام با همه این کم و کسری رو شروع کنم دوباره. نمیخوام ویدیوام زیاد طولانی بشه، این اولین ویدیومه و خیلی دلی گذاشتمش، حالا اگه کم و کسری داره بازم میگم ببخشید من. اما چی داشتم میگفتم؟ آره باشگاهمو میرم روزای فرد، در روز البته الان 2 روزه دوباره تمرین نکردم، در روز دارم یه نیم ساعت 40 دقیقه
گاهم 20 دقیقه دارم زبان تمرین میکنم. نمیتونم مثل اطرافیانم که میگم با تو دیگه ازدواج کردی به چه دردت میخوره، اصلا نمیتونم اینطوری فکر کنم، چون میدونم باید یه جایی به درد دخترم بخورم. حالا تو تایمی که روزایی که حالا خونم، اون 3-4 ساعتی که چیزام دارم خریتی میکنم. این پارچه رو من پارسال گرفتم برای دخترم و همسرم سیب دوختم، برای خودم مونده بود و تازه دارم تمامش میکنم. یه بامبر جکته با یه شلوار که بامبرش تموم شده، شلوارش مونده، دکمه‌اش مونده. اینم میدوزم، شاید پست بعد بذارم براتون، نظرتون رو برام بنویسید حتما. کلا اینجا میخوام در مورد مادرایی که خودشونو فراموش کردن ولی اون ته دلشون یه نوری سوسو میذاره که تو هم میتونی، اینجا میخوام در موردش حرف بزنم. امیدوارم که بتونم شاید تو شده ذره‌ای تاثیر بذارم. منم از هیچی دارم شروع میکنم، هنوز اول راهم، با من همراه باشین. خیلیاتون مثل من این حتما یه هنری دارین، یه کاری دارین، یه چیزی اون ته قلبتون هست که دوست دارین انجامش بدین، ولی این ترس از قضاوت، این کمالگرایی نمیذاره. حالا این اولین ویدیومه، حتما تو ویدیوهای بعدی میام بیشتر صحبت میکنم. میخوام بیشتر یاد بگیرم، هر چیزی هم یاد بگیرم میام به شما یاد میدم. ببخشید، به شما یاد میدم. اینجا هم که با هم دیگه شروع کنیم. بیشتر یه پیجیه که داره لایف استایلمو نشون میده و در کنار چیزایی که یاد میگیره رو به شما یاد میده. ممنون که همراه هم بودین. نظرتون رو برام بنویسین و برام آرزو بکنید دیگه، آرزوهای خوب بکنید که منم بتونم واقعا با چنگ و دندون خودم رو کشیدم بالا. کسی که یه روزی مستقل بوده، کسی که یه روز میتونست خودش حرفی بزنه ولی الان خوشحاله دیگه، میخواد از توی خونش مزونش رو راه بندازه. هنوز اول راهه، هنوز اولین لباسشو نداده بیرون و شما اولین کسایی هستین که حتما میبینینش. ممنون از این که همراه هم.